تو تاهد نداده بودی؟ همین کسی گفت همین اومد. مادرش. چی شد امروز؟ تو بیا. گوشت چی رو بر تو گفت؟ گوشت گوسفند گوساله 450 تومان. گوساله؟ گوشت چی؟ گوسفند گفت گوساله 450. تو را شناخت یا نشناخت؟ آجی سبی خود رو نمیگه. 5 کیلو چند والا شناخته باشیمش. تو حالی گفتی ای تو کدام کی گفت؟ تو آجی سب گوشت دیگه. تو گوشت گوساله گفتی یا گوسفند؟ هر چی گفتم؟ گفت 450. 450 گفتی گوشت چند است باز گفتی گوسفند چند است نفهمیدم که تو گوساله رو میگی گوساله گفت 450. خب باز برات گفتم گوسفند چند است سوق. هر چی لگا 450. والا گفت کسی رئیس 450 دیگه ما هم 450 میفروشیم. گوساله آجی سر. 400 میفروشیم رئیس. نرخنامه چند است گوساله؟ گفتم من ما خب تو چرا 450 میفروشی؟ تو این یک نفر یک میگه ندارم ولی 4 سلام میکنه. والا او گپ جدا. گپ مراد جدا گپ است. همین نرخنامه را تو برای من در دفتر خودت آمدی تعهد دادی. صحیح او بچه‌ها نیمه جنجالم کرده بود قد کارمندا. خب خیر او گذشت خلاص شد خودت برای من گفتی که دیگه تو نمیشه. اینا دمی چشم دیدی خودم این کارو کردی. پایان همین نفر چرا؟ نه نفس پیش ما پیش ما 450. حالا می دروغ میگه چی ضرورت داره؟ 10% کردم گوساله 10%. گفت 450 روپیه. 450 گوساله 450 روپیه. آجی صاحب تو در دکان نیستی تو